اهل کوفه پیر و جوان جمله بشنوید. این نامه آمده کنون از بر یزید، آیید و پیش باز نمایید نامه را. پوشید خلعت شه دوران زمانه را. ایا خطیب تو انسان نامه را بگیر، برو به منبر و بخوان این نامه را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نامه ایست از یزید کجنهاد در بر والی کوفه. بن زیاد ای امیر از غم حسین شاه هدا، آمده اندر زمین کربلا. میرسد بر چرخ گردون آه او، لشکر بسیار در همراه او. ابن زیاد یزید دستور داده کل روان لشکر به دشت کربلا. فتنه و آشوب و شورش کن به پا، بند اول آب بر سلطان دین. ظلم کن بر آل ختم المرسلین. یا بگیرید بیعتش از کین به زور، یا سرش را از بدن سازید دور. 5 خلعت داده او با 5 شهر، از برای هر که گردد در سفر. ایا خطیب 5 خلعت از که باشد ای خطیب؟ امیر بل هر که ریزد خون سلطان غریب. نام هر یک یا بیان کن مو به مو. بر شما مبارک باد اولین اساس، ای فخر بدو. دومین خلعت که بوشد از وفا، در رقم گفته ز بن سعد دغا. ماشاءالله. سومین خلعت که در بر می کنه، نامآور مسخر می کنم. چهارمین خلعت که پوشد از وفا، خولی آن سرکرده پرجور و جفا. پنجمین خلعت که را بر تن بود، پنجمین از شمر زلجوشن بود. منشیان در مشورت حاضر شوید، موزکان نقاره شادی زنید، نقاره شادی زنید.